این حاج قاسم مقدمی وقتی ما مهمونشون بودیم ایشون مشغول نماز بود، تو رکوع که بود یک کسی در زد، ایشون به من اشاره کرد که در باز کن. من رفتم در باز کردم که فقیری پشت در هست، بهش گفتم من پول ندارم و اینا، داشتم چونه میزدم که پول آخه نیست، الان پول نقد نیست دست کسی. یکم این داره تو رکوع رو پاش میزنه. برگشتم آمدم داخل نگاه کردم دیدم همونجور که تو رکوع بود پول از تو جیبش در آورد، چند تا 6 تا صدی شاید، به من اشاره کرد که بیا اینو بگیر بهش بده و همونجور سر نماز من رفتم پول ازش گرفتم، خدا میدونه به این فقیر دادم. اشکم در آمدم نشستم پشت سرش همونجور که نماز میخوند نگاه میکردم، میگفتم ای خدا میشه یک روزی ما به این درجه از تقوا برسیم که این بدون هماهنگی بود. واقعا فقیر آمد و این پولا رو داد و این نمازش سلام داد، برگشت گفت که کو پیتزاها. گفتم پیتزای چی؟ گفت که مگه این پیتزا نیاورد؟ گفتم بابا فقیر بود. گفت فقیر چی؟ پیتزا.